گاهی اوقات تنها یک تصمیم کوچیک میتونه کل مسیر زندگیمونو تغییر بده. در دنیای پر از انتخاب هر کدوممون با هزاران تصمیم کوچیک و بزرگ روبرو هستیم. قدرت واقعی اتفاقاً در همین تصمیم‌های بظاهر ساده و بی اهمیت پنهون شده. بخش اول، چرا تصمیم‌های کوچیک اهمیت دارند؟ تصمیم‌های بزرگ نتیجه تجمع انتخاب‌های روزمره و ساده ما هستند. مثل انتخاب صبحانه سالم یا شروع روز با ورزش، اثر پروانه‌ای روی زندگی داره و به تغییرات بزرگ ختم میشه. بخش دوم، یک مثال، نقطه تغییر. علی تصمیم گرفت به جای نشستن جلوی تلویزیون هر روز فقط 10 دقیقه پیاده روی کنه. بعد 1 سال، این عادت کوچیک تبدیل به سبک زندگی سالم و موفقیت چشمگیر علی شد. بخش سوم، چطور تصمیم سادمونو عملی کنیم؟ شماره 1، هدف کوچیک و معین مشخص کن. شماره 2، با قدم‌های خیلی کوچیک شروع کن. شماره 3، نتیجه عملکرد تو هر هفته ارزیابی کن و به خودت پاداش بده. شماره 4، ذهنیت رشد در خودت تقویت کن. بخش 4، تأثیر دیگران و حمایت اجتماعی. محیط و افراد اطراف میتونن تصمیم‌های ما رو دشوارتر یا آسان‌تر کنند. با ایجاد شبکه حمایتی میتونیم مسیر انتخاب‌هامون رو هموار کنیم. نتیجه گیری. قدرت یک تصمیم ساده در تغییرات بزرگ پنهانه. هر قدم کوچیک امروز ما بنای فردای متفاوت ماست. باور کن که تغییر از یک تصمیم ساده شروع میشه. خب به من تو کامنت بگو اولین قدمی که برای شروع یک سبک زندگی متفاوت برداشتی کی و با چه هدفی بود؟ اگه ویدیو رو دوست داشتی لایکش کن و با دوستات به اشتراکش بگذار. پس باور کن که همه تغییرات بزرگ با یک تصمیم ساده اما پایدار شروع میشه.